گاهی وقتا تاریف خودش رو پشت یک سازه ساده پنهان میکنه. نه فریادی هست، نه زرق و برقی، فقط یک برج ساکت که 1000 سال ایستاده و نگاه میکنه. اما اگر کمی نزدیکتر بری، میفهمی این دیوارهای آجری بیشتر از هر کتابی حقیقت گفتند. حقیقت یک پادشاه، یک سرزمین و یک تهدید بزرگ. امروز میخوام درباره گنبد کاووس حرف بزنم، اما نه اون تعریف‌های خشک و تکراری. میخوام داستان واقعی رو بگم. داستان این که چرا یک برج 5 کیلومتر دورتر از هیچ شهری وسط دشت‌های بادخورده ترکمن صحرا اینقدر اهمیت داشته که 1000 سال بدون اینکه تکه تکه بشه هنوز نفس میکشه. گنبد کاووس فقط یک برج آجری نیست. این علامت حضوره، علامت این که این سرزمین 1000 سال قبل آنقدر مهم بود که یک پادشاه ترکمن تبار تصمیم گرفت نگذارد دنیا فراموشش کند. سال 375 هجری. قابوس بن وشگیر پادشاه آل زیار آدمی نبود که از دیده شدن بترسه. پادشاهی مغرور، اهل دانش، شاعر و البته کسی که دشمن زیاد داشت. او دستور داد برجی ساخته شود، نه برای دفاع، نه برای عبادت، نه برای حکومت، بلکه برای ماندن. در دوره‌ای که میان سامانیان، غزنویان و آل بویه جنگ بود، قابوس می‌دانست حکومتش شاید دوام نیاورد، اما اگر یک سازه بسازد که هیچ پادشاهی توان ساختنش را نداشت، نامش میماند، حتی اگر خودش نماند. گنبد کاووس ساخته شد. بلند، تیز، بی پروا. 53 متر ارتفاع. در دوره‌ای که حتی ساختن یک خانه دقیق ماه‌ها طول می‌کشید. اما این فقط عظمت فنی نیست. این برج یک پیام داشت، یک پیام سیاسی. من اینجام، این سرزمین مال ماست و حتی اگر من را بکشید، نامم از دل خاک بلندتر می‌ایستد. و عجیب اینجاست. او کشته شد. به دست همانهایی که از قدرتش می‌ترسیدند. اما برجش نه افتاد، نه شکست، نه فراموش شد. 1000 سال است وسط دشت ایستاده و بی صدا مسخره اشان می کند. چرا برج دقیقاً این شکلیه؟ چرا هیچ پنجره‌ای نداره؟ چرا نوکش اینقدر تیزه؟ چرا این همه ساده است؟ چون این برج برای زنده ها ساخته نشده بود. برای دیده شدن از دور، برای اسب سوارها، کوچ‌نشین‌ها، کاروانها. گنبد کاووس یک چراغ بود. روزها سایش راهنما بود، شبها انعکاس ماه روی بدنش مثل مناره نور دیده میشد. این برج فانوس ترکمن صحرا بود، وسط دشت‌های بی پایان. برای مردمی که مسیرشان را با باد و ستاره پیدا می‌کردند. وقتی امروز جلوی گنبد کاووس میستی، به یک سازه نگاه نمی‌کنی، بلکه به لجبازی یک پادشاه نگاه می‌کنی. به میل یک مرد برای فراموش نشدن. به رد پای ترکمنها در دوره‌ای که همه می‌خواستند نامشان از تاریخ پاک شود. و شاید برای همین است که وقتی بادهای سرد ترکمن صحرا از کنارش رد می‌شوند، احساس می‌کنی برج دارد حرف می‌زند. بی صدا اما محکم. من 1000 سال پیش ساخته شدم که بمانم و هنوز هم هستم. برج برای چه ساخته شد؟ قبر؟ یاد بود؟ یا پیام سیاسی؟ پاسخ قطعی وجود ندارد و همین ابهام برج را جذاب‌تر کرده. 3 نظریه اصلی هست. 1. برج مقبره قابوس بن وشمگیر است. برخی میگویند جسد قابوس را در تابوتی شیشه‌ای پر از جیوه از سقف آویزان کردند تا از دست دزدهای قبر در امان بماند. این روایت سند محکمی ندارد، اما آنقدر بین مردم قدمت دارد که تبدیل به بخشی از افسانه گنبد شده. 2.
برج یک سازه نشانه‌ای برای کاروانها بوده. چون در آن زمان ترکمنصحرا مسیر عبور کاروانها، سپاهیان و قبایل بوده. این برج حکم فانوس دریایی روی خشکی را داشته. از 25 تا 30 کیلومتر دورتر پیدا بوده. اما واقعی ترین و منطقی ترین دلیل نمایش قدرت بوده. قابوس آدمی نبود که بخواهد پنهان بماند. او فرمانروایی بود که وسط جنگ‌های سیاسی به دنیا پیام داد که من میتوانم چیزی بسازم که از همتون بلندتره، از همتون محکمتره و بعد از همتون زنده تر میمونه. این پیام نه به دشمنانش بلکه حتی به متحدانش هم خوش نیامد. این برج تنها یک سازه نبود، یک اعلام حضور بود. اعلام این که آل زیار میماند حتی اگر یک پادشاه کشته شود. گنبد کاووس فقط یک بنای تاریخی نیست. وقتی جلوی برج میستی و سرت را بالا میگیری، نه به تاریخ نگاه میکنی، نه به معماری، نه به یک سازه قدیمی. داری به غرور یک پادشاه ترکمن تبار نگاه میکنی. به اثر انگشت مردی که نخواست فراموش شود. به ریشه هایی که 1000 سال زیر آفتاب و باد و باران خشک نشدند. گنبد کاووس شبیه یک جمله ناتمامه. یک جمله که هنوز بعد از 1000 سال ادامه دارد. من اینجا هستم و هنوز کسی نتوانسته مرا شکست دهد.